کارمندان ریاست کارهای داخلی منطقه و ناحیه رشت 12 سپتامبر سال 2022 مرادوف اسکندر کشورویچ ساکن 55 ساله دهه یشم جماعت دیوات به نام باقی رحیمزاده این ناحیه را با گمان دست داشتن در یک سلسله قلابی ها به مبلغ بزرگ دستگیر کردند. بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، اسکندر مرادوف در اساس عریضه های شهروندان فریب خورده بازداشت شده است. یک همصحبت بامداد که از جریان این پرونده آگاه است خبر داد که اسکندر مرادوف از جمله چند سال قبل همراه با برادرش فریدون مرادوف به باوری شهروند حتی در آمده با وعده تعیین کردن او به وظیفه رهبر اداره شرکت برق تاجیک در منطقه و ناحیه رشت از او $65,000 امریکایی گرفتند، ولی برادران کارچلان این مبلغ هنگفت را به نفع خویش استفاده برده به منفعت حتی یگان کار انجام ندادند و او با وجود دادن این مبلغ بزرگ نتوانسته است به مقام رهبر شبکه‌های برق وادی رشت برسد. اینچنین اسکندروف مراد بنا به فرضیه تفتیشات یک مورد دیگر به باوری یک ساکن ناحیه نورآباد در آمده با روی فریب از وی 40,000 سومانی گرفته این پول را هم از آن خود نموده است. خود اسکندر مرادوف و یا نزدیکان و ادوکاتش برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی منابع آگاه میگویند که در مجموع تا امروز 12 شهروند از بالای اسکندر مرادوف به مقامات میلیسای وادی رشت شکایت بردند. مبلغ عمومی ضرر به آنها رسانیده مرادوف زیاده از 1,000,000 سومانی را تشکیل میدهد. مرادوف اسکندر سال 1967 در دهه یشم به دنیا آمده در همینجا زندگی میکند. او 3 زن و 10 فرزند دارد ولی در یگان جا کار نمیکند. در این اواخر این علاقه دومین مورد بازداشت شهروندان با اتهام فروش منصب‌ها در ساختارهای شرکت برق تاجیک است.